قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني. يا برج ابو حیدر جینن حی. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. امیدوارم که خوب و تن صحت هستید. امروز ما با همراه شما یک نمود تارت آسانک تیار میکنیم. ویدیو ما را تا آخر تماشا کنید. امیدوارم که به شما معقول می شود. سر اول ما با بیسکویتش دوستان عزیز 5 دانه تخم، 200 گرم شکر و 6 قاشق آرد همراه میکنیم. این رسپت بیسکویتش رسپت پریشه تارت می باشد دوستان عزیز. خواستم با رسپت اپای پریشه تارت تیار کنم، به نهایت به من معقول شد. امیدوارم که به شما هم معقول می شود. ما 2 بار 5 دانگی تخم را 2 بار خمیر را پخته گرفتیم. یک بار پختیم، با یک بار دیگر تیار کردم تا این خمیر پختن اینش تیار شد دوستان عزیز. پلوچه ایسا 10 دانه تخم می رود دوستان عزیز، 400 گرم شکر و 12 قاشق آرد. اکنون تا بیسکویت ها را پخته گرفتن کریمش را تیار میکنیم. به ما لازم است 3 دانه تخم، 180 گرم شکر و 5 قاشق آرد. ما این زورنای کریم تیار میکنیم با شیر. اکنون همش را آمیخته میکنیم. من شیر را به بالای پلیتکه ماندم تا جوشیدنش حاضر اینش را تیار میکنم. وقتی که کمتر به جوش در آمد این سمیس را به بالای شیر همراه کرده خوش رو میکاویم. در علاوه پس میخواد کافته میستیم تا اینکه تگش نگیرد. کمتر تگش گیرد کریم ما ویران میشود دوستان عزیز. 7-10 مینوت میخواد کافته میستید خودش غفص میشود، رنگی که گوشانی ملکا بای میشود. چنانه که دیده ایستاده تیار شد کریم ما. حاضر به بالای سلفن کرده میمانم تا خنک شده نگاه میدارم. اکنون 180 گرم مسکه را میگیریم و با زوگشان ملکا میکسر میکنیم. این مسکه من ملایم بود دوستان عزیز، از خلدلنیک به بیرون گرفته ماندم تا اینکه ملایم شود. میخواد میکسر میکنیم و کم کم از گوشان ملکا را همراه کرده باز میکسر میکنیم و پسان زورنای کریممون را کم کم همراه کرده همش را میکسر میکنیم. این خیلی کریم برای تارت خیلی بامزه می شود. شما هم می توانید تیار کنید دوستان عزیز. خیلی ملایم می کند تارت را.
بیسکویت ها را دوستانی عزیز پخته گرفتم و به 3 تقسیم برابر جدا کردم و خمیرهای ماندگیش را به درون بلندر انداختم تا که به آرایشش در کار می شود. حاضر ما قنداب کرده ایستاده ایم به بالای بیسکویت و حاضر کریمش را می مالیم. از همه شما منت دارم دوستانی عزیز که ویدیوهای ما را تا آخر تماشا میکنید، کامنتاری های خوب می نویسید. از همتان منت دارم. امیدوارم که ویدیوهای ما به شما معقول می شود. همین شما که هستید کانال های ما پیشرفت ایستاده است. خدا از همه شما راضی باشد و چی آرزوی عملی که در دل داشته باشید جامعه عمل پوشد دوستانی عزیز. با بالایش دوستانی عزیز گلازور تیار کردم، قطعی کاکائو. شما الکی میدانید که گلازور رو چخیل تیار میکنن. در ویدیوهای آینده انشالله نشان میدهم دوستانی عزیز. امیدوارم که به شما تارتی ما معقول شد. لایک و کامنتاری ماندن را فراموش نکنید. تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.